امروز میخوایم برای 20 نفر اکبر جوجه آماده کنیم. همینقدر خوش رنگ با بافت فوق پنبه‌ای که قطعاً کنار یه رب انار ملز مهموناتون عاشقش میشن. از مرغای 1.200 گرمی استفاده کردم، گردن رو جدا کردم، از قسمت سینه 2 تیکش کردم، شستم و تو آب سرد گذاشتم، نمک و سرکه سفید ریختم. حسابی نمک بریزید چون مرغتون نمکش رو از همین آب جذب میکنه. بعد مرغا رو خشک کنید و تو روغن داغ دو طرفش رو سرخ کنید. در حین سرخ شدن پودر زعفرون پاشیدم که اینجوری مرغا خوش رنگ بشن. بعد که همه مرغا رو سرخ کردم روش 4-5 بسته کره حیوانی ریختم. بعد هم زعفرون غلیظ، هر چقدر زعفرون و کره اکبر جوجه بیشتر خوشمزه تر. 1.5 ساعت با در بسته و حرارت خیلی کم میذاریم بپزه. اولش آب میندازه و بعدش به روغن میفته. حتما درست کنید، در کنار یه رب انار ملز از خوردنش لذت ببرید. نوش جون.